فکر کن یه بچه شیرخواره توی بغله روی مبل خونه دراز کشیدی و داری شیرش میدی. یه دفعه تلفنم زنگ خورد. از اینکه یکی از ناراحت شدن من ناراحت شد، من بیشتر گریم گرفت و اون دوتا مردم که بر من رسیدن اینجوری عکسام هم یه جوری گرفته بودن جلوشون، انگار مثلا چیه، در صورتی که بر من افتخار. خب بچه ها، من تقریبا سال 2017 26 دسامبر 2017 مدرک کالر استایلیست و میکاپ آرتیست بودنم و از شرکت شلهوب که برند دیور زیر مجموعهش هستش گرفتم. یعنی به عنوان میکاپ آرتیست رسمی برند دیور توی این برند توی شرکت شلهوب که یکی از بزرگترین شرکت‌های موجود توی امارات من استخدام شدم و کار کردم. البته سال 2017 به عنوان میکاپ آرتیست رسمی اونجا شروع کردم. قبلش هم به عنوان بیوتی کنسالتنت توی برند دیو کار میکردم. و این عکسی که اینجا میذارم روزیه که مدرکم رو آوردن به هم تحویل دادن. کسایی هم که دور و برم هستن، یکیش رالفه که یکی از که نه، یعنی میکاپ آرتیست رسمی برند دیوره. کلا توی کل خاورمیانه بغل دستیش هم ترینران بودن که خانم مدیرمون بود و اینا. کلا همشون مدیر رو یه جورایی واسه خودشون برو بیا داشتن اونجا که دیگه آوردن مدرک من رو دادن، سرتیفیکیتمو. و از اون تاریخ من به عنوان یک میکاپ آرتیست و کالر استایلیست رسمی توی برند دیور فعالیت کردم. مصادف بود با شروع اینستاگرام و اینجور چیزا که من شروع کردم توی اینستاگرام به فعالیت. چیزایی که توی ترینینگ ها به هم یاد میدادم میومدم به شما یاد میدادم. بعد محصولات جدید و مثلا ویدیو میگرفتم و اینا. کار اینستاگرام رو من کم 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 شروع کرد بگرفتن. همه مثلا میپرسن تو کی وقت میکنین ویدیوها رو میذاری، مثلا سختت نیست و اینا. خب من واقعا با یه عشقی شروع کردم اینستاگرام و واقعا یعنی از روزای تعطیلم میزدم، از وقتی که سر کار میومدم با خستگی تمام دوربین بذار و نمیدونم بگیر و بلافاصله ادیت کن که مثلا به فردا برسه، چون اگه ادیت نمیکردم همون موقع فرداش مثلا میافتاد توی شیفت و اینا نمیشد. خلاصه کلام برندم میگم پیجم گرفت و هی اونجا هم مثلا برندا میدیدن که من دارم تو اینستاگرام فعالیت میکنم، به هم پیشنهاد همکاری دادن. برند لورئال یه شرکت دیگه بود که برند ایو سن لوران و اینا رو همه رو داشت که اینا با هم رقیب بودن به شدت و من اینو میدونستم ولی خیلی جدی نمیگرفتم، چون پیج اینستاگرام خیلی اونجوری از طرف شرکت دیور به رسمیت شناخته نشده بود. فقط مثلا بعضی وقتا میگفتن ها چقدر خوبه و اینا، یا مثلا میگفتن اینو رو اصلا برای چی میذاری، مثلا حوصله داری و اینا. اینجوری یه فیدبکشون این شکلی بود. من اصلا فکر نمی‌کردم منو بخوان دنبال کنن ریز بریز. خلاصه کمپانی لورال به من پیشنهاد داد همون موقع که بیا با هم دیگه همکاری کنیم، که حالا من این پایین میذارم. سام که یه میکاپ آرتیست، سم البته بیشتر عربا سم صداش میکنم، میکاپ آرتیست رسمی لوراله. سام بطرس تنفرجيكم احلى انه انا المنتجات اللي اكثر شيء بحبها ونعملكم فيها لوك. اوكي ليتس ميك ات. ايه انه بطريقه انت قولي لي انه يمكن مرحبا اسمي دنيا. So happy today to be here with Lifestyle and L'Oréal Paris to introduce you my favorite look with my favorite product. رفتم باهاش سر پروژه و یه میکاپ شدم با محصولات جدیدی که قرار بود لانچ بشه و اینو برداشتم گذاشتم توی پیج اینستاگرام رسمی لورئال توی میدلیست. آقا از روش یه 4-5 ماهی هم گذشت، مثل اینکه دیور و شلهوب اینا متوجه موضوع نشدن. بعد دیگه من توی مترنیتی لیو بودم و اینا که دیگه بهم زنگ زدن دیگه، گفتن که آره این یه کار کاملا غیر قانونیه، تو رفتی با برندی که رقیب ما هستش همکاری کردی و اینا و تو بای بای ترمینیت. و وقتی هم که ترمینیت میشه یه شرکت گنده‌ای مثل شلهوب که خب خیلی از برندهای فشن و بیوتی و اینا زیر مجموعهش هستش، دیگه نمیتونی تو هیچ کدوم از اونها هم کار کنی. خب یعنی مثلا نه تنها فقط دیور، خیلی از برندهای دیگه که زیر مجموعهشه دیگه تو رو استخدام نمیکنه.
خلاصه کلام سرتون رو درد نیارم، اصلا من خودم میخواستم که استعفا، یعنی تصمیمم این بود، ولی میخواستم گفتم مترنیتی لیومو بردارم، بعدش سیک لیو اینا بگیرم دیگه، با حقوق اینا استفاده کنم. 4 سال تو اون شرکت کار کردم، پدرم در اومده بود، خیلی سختی بودن، خیلی خیلی زیاد دیگه. اینو حق خودم میدونستم که مترنیتی لیو و بعدش هم یه چند ماه حالا سیک لیو بگیرم اینو بمونم خودم با حقوق. ولی بچه‌ها حجم استرسی که من نمیدونم چرا، آخه برای چی استرس میگیری؟ زنگ زدم به من که بیا و جواب پس بدی، اینقدر استرس گرفتم. وقتی که رفتم اونجا آفیس و مدیرمون بود و 2 تا از مدیرای ارشد کمپانی شلهوب منو گذاشتن جلوشون و بعد یه پرونده دستشون بود. من فکر کردم من چیکار کردم، چی شده، نکنه اینا مثلا از من آتویی دارن یا مثلا چی شده که این پرونده ها چیه. در آورد یه همچین پوشه‌ای بود، اینجوری در آورد باز کرد، عکسای منو مثلا پرینت گرفته بود که نشستم مثلا توی لورال و دارم میکاپ میشم و ویدیوم توی اینستاگرام رسمی، صفحه رسمی لورال داره شیر میشه و اینا. گفتم بله این غیر قانونیه، تو رفتی با رقیب ما همکاری کردی. و گفتم والا شما که هیچ وقت اینستاگرام منو به رسمیت نشناخته بودین، هیچ وقت افتخار نداده بودین بگید مثلا آفرین تو که داری پرزنت میکنی اصلا بیا مثلا برند خودمون رو انحصاری کار کنه، اینا مثلا یه سمت بالاتر، یه نمیدونم هی، یعنی تشویقی درش نبود. گریم گرفت، گریه کردم. بعد مدیرمونم که خانم فرانسوی بود، ذاتاً آدم خوشقلبی بود، از گریه من ناراحت شد. نمیدونم چرا الانم بغضی شدم. میگم اصلا تصمیم خودم بود که استعفا بدم، ولی تصمیمم این نبود که اخراج بشم. مدیره هم گریهش گرفت و اونم تازه بچه‌شو به دنیا آورده بود. نمیدونم شاید با هم احساس کلا اون خانم آدم خوشقلبی بود و نمیدونم الان که دارم میگم چرا گریم گرفت، ولی نمیدونم دوست نداشتم اخراج شم هیچ وقت از شلهوب، دوست داشتم که خودم استعفا بدم، در صورتی که تصمیمم این بود که استعفا بدم. ولی خیلی زن خوشقلبی بود و اون لحظه که به من تا اون عکس‌ها رو نشون دادن و گفتن دیگه نمیتونی با ما کار کنی، من ناخودآگاه بغضم ترکید و گریم گرفت. گفتم اوکی و پا شدم و اون زنه هم به گریه من خیلی ناراحت شد. خب بالاخره نباید من این کارو میکردم. نمیدونستم اصلا اینو انقدر جدی گرفتن پیج من. اگه جدی گرفته بودیم خب میومدیم مثلا به من آفر میدادیم یا مثلا میگفتیم بیا مثلا چقدر خوب تو به عنوان میکاپ آرتیست دیور اصلا بیا فقط مثلا برند رو پرزنت کن و الوبل. چرا تا دیدم من رفتم با یه برند رقیب کار کردم اینجوری سوختن؟ خلاصه کلام اینم از تجربه من توی شرکت دیور. بچه‌ها 4 سال فکر میکنم کار کردم، دقیق یادم نمیاد که از خاطرم رفته دیگه. میگم 4 سال فکر کنم روی هم رفتم. بعدش که حامله شدم موندم تا آخر حاملگی، سلیم به دنیا اومد دیگه خودشون. قسمت بعدش این بود، خیلی واقعا من ناراحت شدم وقتی که من تو مترنیتی لیو بودم. خب با حقوق دیگه مترنیتی لیو رون پولم به من ندادن. خب بابا اوکی اصلا یکی اشتباهی کرده، حامله بوده، باردار بوده، زایمان کرده، این حق اونه که بگیره، یعنی حقوق اون 3 ماهشو بگیره. ندادن. از اون 3 ماهی که من توی مترنیتی لیو بودم هیچی ندادن. دقیق الان میگم یادم نیست 1 ماه و نیم بود یا 3 ماه، فکر کنم 1 ماه و نیم بود که بهم هیچ پولی ندادن. وقتی هم که دیگه تصفیه کردن یه آخرین ماه هم یه بیسیک سالری به من دادن، در صورتی که میتونست مثلا 3 تا مثلا حقوق پایه حقوق رو میدادن. خلاصه کلام اینجوری. ولی تجربه های تلخ و شیرین خیلی زیادی داشتم من با برند دیور. میگم از این خاطره فقط اون استرس منو خیلی اذیت کرد، وگرنه من خودم میخواستم مثلا بیام بیرون. دوست نداشتم ترمینیت شم، دوست نداشتم که کلا اخراج بشم از شلهوب، ولی شدم. ولی خب اخراجم یه اخراجیه که سربلندم کرد، یعنی چیزی رو از دست دادم و به جاش چیزی گرفتم که خیلی دستاورد بزرگیه. پیج 1 میلیونی ساختم بعدش. اون موقع شاید مثلا 200 کا بودم
و دوستای بیشتری پیدا کردم، معروفتر شدم، محبوبتر شدم، با برندهای اینترنشنال تونستم کار کنم، با خیلی برندهای گنده و خب توی ایران با اکثر برندها کار کردم، در صورتی که اگه مثلا حتی می‌خواستم ادامه بدم خب خیلی محدود بود. من 9 ساعت میرفتم سر کار، توی دیگه میرسیدم به کارهای پیج و اینا. خلاصه کلام اینم از خاطره من. خیلی این خاطره ها دارم، دوست دارم که باهاتون بیشتر در میون بذارم. اگر که دوست داشتین کانال یوتیوب رو سابسکرایب کنید، پستم رو لایک کنید که به بقیه هم بیشتر نشون بده. دوستتون دارم.